سلام بچه‌ها، با آنباکسینگ با من خوش اومدین. بزن بریم. اولیش شمع معطره که قشنگ میتونی خیلی خوش بکنه اتاق تا. یه دونه از این بیلی بیلک هم داره. بعدیش بال به لب تو فیسه که من زیادی عاشق پکیجینگشم. آنباکسینگ بعدیمون دیوره. بچه‌ها من از دیور تو پیجم یک عالمه چیز گذاشتم. خب اینم لیبلو دیور بود. بچه‌ها اگه خواستید عکساشونو براتون میذارم. خب اینم کانسیلر دیوره. بچه‌ها من واقعا نیاز داشتم به یکی از اینا چون شنیده بودم خیلی عالیان. حالا باید امتحان کنم ببینم که خوبن واقعا یا نه. رسیدیم به قسمت هیجان انگیز، فاوندیشن دیور که من واقعا دنبال این میگشتم و خیلی دلم میخواست که امتحانش کنم. حالا باید برم ببینم که واقعا خوبه یا نه. سراغ رژگونه مایه ریر بیوتی. امتحانش هم کردم، خیلی قشنگ بود. اگه دوست داشتید عکساشون رو براتون میذارم که بتونید سفارش بدید. سراغ براش آرایشی ریر بیوتیه که من از کوالیتیشون براتون نگم، واقعا عالیه. میتونید که واقعا سفارششون بدید، من براتون تضمین میکنم. خب این هم 3 از کلیپ گلاس های فنتی بیوتی با رنگ های مختلف و شماره های مختلف. این هم یه پالت سایه برای استفاده روزمرتون که واقعا میتونه کاربردی باشه. این هم یه رژ سویتی که خیلی کیوته. الان بازش میکنم ببینید. بچه داخلش قلبه، وای خیلی کیوته. میریم سراغ یه پرفیوم از دیور که بوش بد نبود. سایزش هم خیلی خوبه برای اینکه توی کیفتون بذارید. میتونید از این مدل های دیور استفاده کنید که بد نیستن. خب اینم یه روغن لب از کلارینس که حالت رنگی هم داره که قشنگ باشه دیگه، میدونید که چی میگم. از رنگش. خب بریم سراغ بعدی، رژگونه میلک که جدیدن خیلی باب شده، خودتون میدونید. ولی من چند بار خریدم، زیاد اینجوری که مثل بقیه نبود. خب رسیدیم به آخرش. اینم یه سری از ماسک و خنزر پنزرک که خود سفورا برام گذاشته بود. تا ویدیو بعدی، خدافظ.